کاشانی هم با لبخند. همه میگن کاشانی چرا سرامیکو سالم در نمیاره؟ چرا؟ چون آقای کاشانی کارش این نیست، تخصصش یه چیز دیگه است. اگر بخواید سرامیک رو در بیارید مشتری میگه نصفش هم انجام بده. وقتشو نداره. وقت و تخصص دیگه. تخصصشو نداره؟ تخصص شما توی نشابیه، توی بنایی که نی نبوده وقت. سرامیک در آوردن، سالم در آوردن کار کارگر بناست، کاری نشیاب تخصصی نیست. بی بالا. نظر مشتری عزیزمون. آقا دم شما گرم، یعنی واقعا یه نفری تو کارش حرفه‌ایه، یعنی این کیف کردیم. ما تقریبا 10-15 روز گرفتار این موضوع بودیم، خیلی ها رفتن اومدن، ولی ایشون ظرف 10 دقیقه اون بند انگشتی که تو کلیپاشون هست واقعا درسته، اشاره کردن درست شد. دمت گرم، خیلی ممنون. زیر لوله گاز تمام.